سلام علیکم دوستان عزیز. با شما بلیط های ارزان در کار باشه. مرحمت به واتساپ اویاکس شهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوری ناکنه. سازین رنگ آمده مهمانم، آتشکه میزنی بر جانم. السلام علیکم. سر به قدمهای خوشاده، سازین رنگ آمده مهمانم. بیا. السلام علیکم نازه. علیکم برسلام. کارو نازه. شکر امیدتر یک هفته دراز شد که ندیدم. من تو فکر نمیکنی که من پدرم و فرزند یاد میکنم. بخوابیدم. همینجا بای خوندستم یان نویره ای خونم خیزی که رقص بازی کنم. اتمام رقص وقتی رقص نه. سعدی جان یاد دوره های گودکی تو بخاطر نمیاری. ما گودکی رو من اوت جان. ایک باید بخونم رقص کنم. وقتی باید وقتی سرود عصبم آرام نیست. چوا؟ همه قرضدارو شورو زنگ زدم بزار کردن قرض بیار دل زنک شدم. عصب آرام نیست بزار شدم. همه رو میگم که اوت جان همه تلفن ما رو بگیو کدام زنگ زد همه بردار بگو که سعدی نیست های مسکو کورکنی رفته. الله نیست این می سعدی رو میگو که سعدی رو نیست روسیه رفته مسکو رفته نیست. اولی به زنگ بزنم با اولی زنگ نازده کجا من برداری زنگ زدن نمیشه انخلی که با گاوزن ای من موسفیدی تلفن های قدری شما رو من کجا میفهمم. وای زنگ بزنه اینجا ساوز میره دستمون اوسکه با گاوزن مایلا بگو نیسته راستی رفته من میرم خوندرونگی خو میرم عصبم آرام شد. مایلش من نگاه کردم از کویا که زنگ بزنه تلفن چی میکنید؟ یه اتاق زنگ بزنیم بسنجیم شد. چی بمیسنجیشم؟ وای تلفن ما دادم کو گفتم که مرا قرضدارم غم دودیسیان کدوم مرا اگر زنگ زد بگه که نیست سعدی مسکو دای برای همون یک بسند اینجا ها کوچی میگفت باشه. وای سازک برومده سازک میرومده سازک تله کنم تله نکنم هم یه سازک بوده تله میکردیشه تله میکنم شه. علیه سلام علیکم. و علیکم. سعدی رو ممکنه؟ سعدی رو میگی؟ نیست سعدی روسیه رفته مسکو دیگه اینجا زنگ نزن فهمیدی؟ یا مصفید پیر ای نمیدونی که دروغ میگی. من چه دروغ گفتم آخی؟ و سعدی در خانه درنگیتون خوایو؟ سعدی لبای برو چی دا؟ دیده بدیان تا دلا بنشین پیش آن کسی که آن دل به تو نیاز دارد از بیکاری. هر کی ما را یاد کرد значит ویم بیکار است. همین شعرات نه منطق داره نه میلتیق. همه تیر داره شعرون. نه همین از شعر بخون که ما ایده راحت کنیم. واه هیچ شعرات معنی نداره. ما شاعرای جوان ده شاعرای جوان. تو شاعری جوان هستی. تو شاعری تنبلی شاعری تنبل. خیلی شاعری تنبل. من شاعری چقانم همه مرا داده شاعری چقان نام بران. خیر گوش که مرا شاعری چقان که باشی یه سوال همین شاعری چقان ای شاعری تنبل چی فرقیتی داره؟ یعنی که تو گفتنی که شاعری چقان ای شاعری تنبل چی فرقیت داره من باید امرا ترا بفهمونم. ها کو بفهمم. انا که گوش کن من ترا به نظم میفهمونم. شاعری چقان شعرش خیلی که با دنبالت روم هر جا که روی. ای شاعری تنبل چی خیلیه؟ شاعری تنبل سری راحت نشینم تا بیایی. انا میگن شاعری تنبل بک. فهمیدی؟ منیجا سنت نویت دهشت چی دهشت. اوه چی دهشت؟ چی دهشت؟ نو 3 نفر اومدن همین رئیس محله مونایکو یه مخم میزدم مرد نیزدن شد.
ویه با تی یاردم نکدی خرسان میشید چیکار که 4 نفر یا نفر میزنی این خیلی نیودوم نه نارمد داری السلام علیکم اکی دکتر جان نزد شما سوزین پسی پرده بذارید سر لباس کشید راست دیگه من شما دیگه گفتنی بود فهمیدم شما اکا جان رفی بسیار نزنید من مانده شدگی سر لباستون دارید پسی پرده کشید من ببینم شما منو نفهمیدین رفیق دکتر شما منو نفهمیدید آخر من همین شب دیجورس و نوبت دارید احیای حیات بر یعنی مدرسه بودم میفهمی این سحر من باید که نمی آمدم من خانه میرفتم از سبب اونی که جای من می آمده که دکتر بیمار شد گوش فرستادید من شما من گوش فرستاد من فهمیدم میخواید شما برای همین من امروز با اومدم اینجا به جای کاری وای آدم بفهمید جای وای آدم به اومدم من این شب باز جراحی بودم 3 جراحی این 4 تا شد 4 جراحی فهمیدید اکنون شما رو فهمید من شما رو گفتم شما در سر لباستون کشید من میبینم سراسیمگی در کار نیست سلامتی در یک ماده اول است که جان در همین چیز من میبینم شما ما رو فهمید اخی گوش کنید اینجا اتاق کاری کی از اون مامی و روید همون سر لباستون کشید گفتم که جان چون نمیفهمید و من مونده شدم میدونید من نوبادور بودم که جان منم ربات نه ما هم آدم فهمیدید 6 ساعت جراحی کردم دویومش اومد با 6 ساعتی دیگه جراحی کردم 2 روز پیش من جراحی به در اومدم فهمیدید امروز برو اومدم کمتر آرام شدم اهل اویلم که یک بار گپ زدم گفتم که دور اومدید رحمت شما در سر لباستون کشید دادر جان من خودم میبینم حاضر من یک نه نگفتی شدم فهمیدید در راه همینجا در راه هم سر لباس تا کش آخه نمیفهمم وای مردم چرا نمیفهمد ما آخر و ما هم آخر آدم هستیم من بیمار میشم من هم آخر از پس این کارها نمیفهمم تستر کشید من دست من شما حاضر میبینم تا شما ای خدایی آخر شما رو من میگم که من جراحی در آمدم شما نمیفهمید و اینجا منم آخر آدم هستم آخر میبخشید اگر جای من می آمده که دکتر می اومد مثلا میگیم کاری ما آسان میشد اینجا شما آمدید یا خیلی واقعی دارید برای من آخر ما هم آدم شما هم آدم همه ما آدم من جای وای دکتر با آمده از کار کرده شدم میبخشید من باید که با اویله هم روم من حاضر من کو گرده چی خب رفیق محمد آنها کجایتون درد میکند اکی دکتر ما کسال نیستم ما شافیاری کم است میگم یا ماشین کم رو آوردم کجا رو خالی کنم